خب سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام یه مدل جدید و خفن ادیت عکس رو بهتون معرفی کنم که سری قبلم خیلی حرکت خفنی بود از گوگل. الانم مدل جدیدش اومده، آپدیت شده و میتونه عملا کار فتوشاپ براتون انجام بده. این بهتون نشون بدم. یه تایمی به عنوان اسم نانو بنانا داشت کار میکرد روی حالا پلتفرم های مختلف. الان اسمش شده جیمینی 2.5 فلش ایمیج پریویو. کارش چیه؟ حالا مثلا ساخت عکس هم داره، شما فقط میتونید یه پرامپتی بهش بدین براتون عکس بسازه. این کار رو هم میکنه. از اون طرف حالا استفاده اصلی ازش مثلا این دقت زیادی داره، خیلی اوکیه. چیزی که داره مثلا شما میتونید استفاده کنید، یعنی استفاده اصلیش برای ادیت خیلی خوب ادیت میکنه، خیلی چیز خفنیه. مثلا بهش بگیم که میک بهش گفتم که بیا دیوار رو سبز کنم. یه سبز کرد، ببینید خیلی خوب رو جلو. بعد اینطوری شد. اینم عکس قبلیش، حتی پیرم در برد. گفتم حالا مثلا چند تا گیاه بهش اضافه کنم. عالی. بعد الان بهش میگم که بیاد یه مبل سبز اضافه کنه و یه دونه قالیچه ایرانی با رنگ قرمز. این چیکار میکنه؟ این اضافه کرد. بعد بهش میگم الان مثلا قالی به نظرم خیلی بزرگه، چی اضافه کنیم. بعد گفتم قالیچه رو بیاد کوچیک‌تر کنه، سمت چپ تصویرمون بیاد یه حالت کتابخونه به ما بده. به به، انجامش داد، کتابخونه رو داد. میک شد. گفتم فقط مثلا فوکوس گذاشتم روی بیرون محیط که بگه مثلا یه حالت شبیه کویر رو بهمون نشون بده. حتی نور پردازی هم تغییر دادم. تو میبینی اینجا رو کرده کویر، اینجا نور پردازی تغییر داد. خروجی اون شد این. کتابخونه رو داریم، سفره رو داریم. یعنی ما با چند تا پرامپت به این رسیدیم. از اینجا ما رسیدیم به خیلی خفن. حالا مثلا چیزای دیگه بخوام تست کنیم، من سرچ میکنم یه عکس از رونالدو میخوایم. این عکسش رو دانلود میکنیم. مسیجی شد. این لباس نساجی رو میگیریم. کیفیتش خوب نیست، دانلودش کنیم. حالا یه مثال دیگه میاد این دوتا عکس واسه آپلود میکنیم. make the person من گفتم که بیاد روی رونالدو یه کاری کنی که این لباس قرمز، یعنی لباس نساجی بپوشه. ببینیم چی کیفیت عکس لباس نساجی خیلی پایین بود. اینجا مثل که انجامش نداد. یه بار دیگه تست کنیم. از سامپل اومد بیرون.
دوباره یه تست ببینیم چی کار میکنه. جالب شد اومده لوگوها رو دقیقا تغییر داده. لوگوها رو اومده جالب تغییر داده. اسپانسر هم گذاشته. این وسط فقط نیورده. ببینیم این کار رو بیشتر بهش بدیم انجام میده. نه فکر کنم به خاطر کیفیت عکس تغییر بدیم. بگیم این کیفیتش هم خوبه. این دانلود کنیم. که این لباس ها رو بپوشه. ببینیم ریسپانس چطوریه. برد میگم به خاطر کیفیت عکس بوده احتمالاً. اینو ببینید خیلی تمیز، خیلی عالی. همه پترنا رو در آورده، اینجا رو در آورده. حتی شفتن الان پشت رونالدو بیاد یه CR7 می‌نویسه با وایب رترو قدیمی، مثلا که آمریکایی قدیمی، یعنی شیری میسته. عالی نوشت. بعد همینطور می‌بینیم مثلا تکس هم میتونه اضافه کنی، تاملین اوکی کردن دارم مثلا. بعد دیش بگیم I want a side view image forward. هم عکس از بغلش رو بهم بده، اصلا تا راستش رو بهم بده. ببینیم این سامپل هایی که شما میتونید استفاده کنید. حالا مثلا اینجا میتونید ببینید چیزایی که هست. ببینید دیگه ادیت عکس و بک‌گراند و اینا. حالا تا اینو اوکی کنه، حالا ساید ویو رو اوکی نکرد. بریم حالا سمی پروگرس بریم حالا یه چیز دیگه تست کنیم. میخوام گفتم حالا این عکس رو که گرفتی بک‌گراندش تغییر بده. انگار یارو داره به برج ایفل نگاه میکنه توی پاریس وقتی هم که شبه. ببینید چی کارش بکنه. این عکسمون بود. الان اومده تبدیلش کرده به این. خیلی عالی، خیلی هم خفن. بشویم گفتن که جلوش یه آتیش بذاره. بعد این طرف هم انگار نشسته، یه مارشملو هستش روی آتیش چیل کرده. این چی کار میکنه برامون؟ بله تغییرش شد. چقدر عالی.
خیلی خوب کار کرد. تا این مدل آتیش درست کردنش عالی بود. این حالا بله کفشا و مدل موها رو هم تشخیص داده، یه نیمروخی از بنده خدا با ما داده. خیلی خفنه به نظرم. شما مثلا برای ادیت عکس‌ها یا تامنیل ساختن کارتون خیلی راحت. اینم از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مدل جدیده، میتونید از سایت استودیو رایگان تستش کنید ببره جلو. اگه بخوام بهتون بدم از قیمتی به این سبک اوایل خود قیمتش گرون بود ولی چه شده الان. کلا 2 مدل عکس داریم به این سبک ولی اصلا بهتر فعلا اینه. بهتر از گوگل هم بهتره، خیلی کارتون راحت میکنه. انترنت رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت بذارید.